Talento. Não posso começar isso mais. این هفته خبر تو خبر داره براتون از بهمن غلطانی که داره آواره میشه رو سر ولایت و قطقطهای مهره‌های ریز و درشت نظام که هیچ معنایی جز برملا کردن ترسشون نداره. وزیر امور خارجه در حاشیه نشست هماهنگی مراسم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص برجام و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های به اصطلاح تروریستی از نگاه کاخ سفید گفت واشنگتن بداند در صورت بروز این خطا باید منتظر پاسخ کوبنده باشد. اینم نمونه ای از پاسخهای کوبنده نظام. ببینید بچه‌های دبستانی رو وادار به چه شعارهایی کردن. اینی که دیدید پاسخ کوبنده سیاسی بود. نظامیش رو هم اگه بخواید یه چیزی میشه تو این مایه ها. البته علت ترس آخوندا از تحولات پیش رو کاملا روشنه. اگه یادتون باشه قبلا عظما این خط رو خیلی وقت پیش خونده بود. چه کار کنیم ما با اینا؟ بریم التماس کنیم؟ بریم بگیم آقا با ما بهتر از این باشی؟ ما کاری نکردیم با اینا هستن که دشمنی میکنن. اگر ما در مقابل دشمنانمون با شجاعت با اقتدار نایستیم ما رو خواهند خورد، خواهند بلعید. خلاصه این که آتش فشانی در راهه که همه تقلاهای آخوندا برای خاموش کردنش یه چیزی تو این مایه هاست. از اون طرف رفیق قدیمی آخوندا یعنی پوتین هم با پادشاه عربستان دیدار کرد و اونجا حرفایی رد و بدل شد که بعد جوری عضوا رو لرزوند. سلمان همچنین بدون اشاره به حمایت‌های مالی ریاض از تروریست‌ها در سوریه و بمباران مردم یمن مدعی شد ایران در امور کشورهای منطقه دخالت می‌کند و مانع برقراری صلح شده است. دور بزبیاری آخونداست. هر کی از راه میرسه یه چیزی براشون داره. و از اوضاع داخلی نظام رو که اصلا نگو. حالا دیگه کار به جایی رسیده که قوه قضاییه داداش جهانگیری رو هم برده زیر اخیه. یکی از این افرادی که هم فساد بانکی داشته دستگیر شد. گزارشی که از بانک مرکزی گرفتم با 14 بانک این فرد مرتبط بوده و تسهیلات گرفته. از این 14 بانکی که تسهیلات گرفته بیش از 30,000 میلیارد ریال بدهی داره و حدود 16,000 میلیارد ریالش معوق هستش. این البته غیر از فساد بانکی دیگری که داشته. شیخ بری هم که دید صادق لاریجانیا خیلی روش زیاد شده قاطی کرد و یه نشکون اعتدالی ازش گرفت. حالا البته شاید بعضی از دستگاه ها بیکارن، به هر حال یک شغلی باید داشته باشن، ناچارن یه عده‌ای رو احضار بکنن دم ساعت. به هر حال مم صادق لاریجانی هم به فرموده عظما با یه لگد چرخشی گذاشت تو صورت رئیس جمهور نظام. اخیراً شنیدم یه برادر بزرگواری گفته قوه قضاییه دائما داره احضار میکنه افراد و مثل اینکه اینا بیکارن، کار ندارن، افراد احضار میکنن. خب ببینید این چقدر کم لطفی است. به حمدالله همه میدونن قوه قضاییه خیلی کار داره. اگر بیکاری باشه شما هستید. آش اینقدر شور شد که صحبت از داداش بازی و داداشگیری و این حرفا تا تیویریش هم رفت. اما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک عبارت کلی آقا این شعار بشه: لطفاً مواظب خط قرمزا نباشید. در خیلی جا باشیم.
همینجا منبع موثق، من باید مواظب باشم. اما در بعضی جاها آقا مواظب خط قرمزان نباشید. فساد اقتصادی چپ راست بالا پایین. شهرام بهرام نداره آهن و داغ و به دست برادرش چسبون و گفت بچش. تجربه این سالها به ما نشان داده که مسئولان عزیز به شدت مواظب برادران خود باشند. اینو حضرت یعقوب به حضرت یوسف هم کرارن میفرمود. جان کلامی که تو چهارراه استراتژیک نظام قاراش میشیه که نگو و نپرس، هر کی خر خودشو میرونه. اینم اظهار نظر حجت الاسلام پهنیان در بیت عظما، اونم در آستانه روز جهانی اعدام. بعضی از اوقات ماها خیلی جالبه اعتقادات شیعی رو، اعتقاد به امامت و ولایت رو غیر سیاسی تفسیر میکنیم. میدونم فضا موجوده، نمیخوام به جزئیات بپردازم چالشی بشه بحث، کلیتشو گفتم میخوام عرض کنم. تصوری باید داشته باشیم روشن از وضع مطلوب و الا منتظر نخواهیم بود. آقا کلا میاد درست میکنه. چجوری درست میکنه؟ چجوری درست میکنه اوضاع رو؟ آقا پست و مقام میده به آدمها، تو اون پست و مقامها آدمها خراب نمیشن. چرا؟ بعضی از نمونه داره خراب میشن، آقا فوری دستور اعدام میده، دیگه نمیفرسته حسم، همونجا اعدام میکنه میره. افکار عمومی هم میفهمه این حرفو، دقت کنید. البته این دادوغال‌های این آخوند روزخون توی این دور و زبونه دیگه جواب نداره. همه میدونن که چیزی تو چنته این نظام نمونده و آخر خطشه. این کارناوالی که برای جنازه پاسدار حججی به راه انداختنم یکی دیگه از علائمی بود که ثابت کرد آخوندا آخر خطن. راه شهیدان را همه دنبال کردیم، هر جا شهیدی آمد استقبال کردیم. امروز مردم چی کار کردن؟ برای آقا یه حجت خدا. و این هم واکنش یکی از ژنخوب‌ها تو مجلس روزخونی عظما که میزان اثرگذاری این جور مجالس رو قشنگ نشون داد. خدا کنار پیکرش ای ساروان، ببر ما را. سید ابن طاووس نوشته وقتی آقا به شهادت رسید اخرج النساء من. نمیرالدوله نظام یعنی جنتی لعنتی این هفته هم طبق معمول اومد حرف بزنه، معلق زد و یه سوتی پارتی درست حسابی به راه انداخت. هر کاری توانستن بکنن، هر کاری نکردن نتوانستن بکنن. آمریکا و غیر آمریکا کاری نمیتونن بکنن، کاری ازشون ساخته نیست. اینا عزت اینه ملت انقلاب اسلامیه یا همش یا ورزش تجزیه شده بود. 40 سالگرد باید با شکوه‌ترین مراسمی که در ظرف این 40 سال برگزار شده. دشمن از این میترسه، از توپ و تانک ما نمیترسه، از تسلیحات نظامی ها و نظامی ها میترسه، ولی نه این در حدی که از انقلاب و اسلام و ایثارگری میترسه. گذشته انقلاب را و بعد از پیروزی انقلاب را، این مسئله هم مسئله اختصاص به نهادی دونه نهادی، دستگاهی دونه دستگاهی نداره. همه میخوان تلفظ بکنن. اهمیت جسرانیاتی بیشتره. دستگاهی که بیشتر پیش میکنن با دولت وزرا و دیگران در لایه دولت باشه. بله این روزا آخوندا کلا تو فاز شاخوشونه کشیدن هستن، یعنی از ترسشون یا مثل این جنتی نیروی نظامی زوار در رفتشون رو به رخ میکشن، یا مثل این یکی تو بادکنک جنگ 8 ساله فوت میکنن. اینم بهتون بگم
اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی از بین رفته بود. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه کار سرکوب کنیم. البته از اونجایی که توی نظام 100 تیکه سگ صاحبش رو نمیشناسه، خودشون زیراب خودشون رو میزنن و با اعترافهای زنجیره‌ای نشون میدن که جنگ تا کجا بین مردم منفور بوده. من شفاف میتونم حرف بزنم. ما 600,000 سرباز فراری در زمان جنگ داشتیم. به تعبیر ستاد کل نیروی مسلح 1 تا 3.5% کل جمهوری اسلامی ایران بیشتر در جنگ حضور مستقیم نداشتن. یعنی این که یک عاشورای دیگه دقیقاً تکرار شده. نیروی انسانی تو جنگ نداریم. یا آمار دیگه وحشتناکتر بهتون بدم. این که گفتی 1% جمعیت 1 تا 3% جمعیت کل ایران بیشتر در جنگ حضور مستقیم نداشتن. چند درصد نظام چند درصد دولت ها پشت جنگ؟ همش 3% نمیشه. کلا. یعنی وحشتناکه که حضرت امام میگن جنگ در صلاح امور است، در یه جای دیگه امور است. حالا من بینش پس اینجوری حاشیه‌اش کاری ندارم. این گیج زدن‌های آخوندان اونم تو مرحله پایانی حاکمیتشون آدمو یاد این بابا میندازه. حالا از فضای حقیقی یه سری بریم فضای مجازی، ببینیم اونجا چه آشی برای نظام پختن. در چند سال اخیر شاهد ساخته شدن بازی‌هایی با موضوع ایران بوده‌ایم. بازی‌هایی مانند چشم‌بند که راجع به شهید لاجوردی است. شهیدی که در دوران مسئولیت خود منافقین رو در پیاده کردن نقشه‌هایشان ناکام کرد و گویی این بازی به تلافی تمام ناکامی‌ها ساخته شده. در این بازی کاربر در نقش خبرنگار در اتاق وحشتناکی در زندان اوین توسط فردی به نام لاجوردی مورد بازجویی قرار میگیره. بالغ بر 460 میلیارد تومان بازی در ایران فروش رفته و باعث تأسفه که عرض کنم خدمت شما 5% این بازی ها ایرانی و 95%ش خارجی است. این جوجه وزیر تازه از تخم در اومده هم میخواد با عربده کشی مجازی یه کاری کنه که یه وقت از کله گنده های نظام جا نمونه. ضد انقلاب هدف اولش ناراضی کردن مردم و جدا کردن مردم از بدنه نظامه. این که یک کانال ضد انقلاب بیاد بره در فضای در واقع مجازی حرفهای بسیار ناروایی بزنه که ما تاییدش نمی‌کنیم، ما بایستی بریم همون هدف قرار بدیم ضد انقلاب رو و هدف قرار بدیم کسانی که این فضا رو در واقع ناامن میکنن و میبرن ما رو به سمتی که آرامش روانی جامعه رو به هم بزنن. تلاش آخوندا برای هدف قرار دادن دشمنای نظام اونم تو فضای مجازی مثل تلاش این دوتا میمونه. خودتون ملاحظه کنید و شباهت‌ها رو دریابید. الان وضع طوری شده که آخوندا سوار تاکسی هم نمیتونن بشن. بعد این طرف فکر مقابله با دشمنان در فضای مجازیه. این هفته نتیجه خمینی با پای چپ رفت توی توییتر و در دفاع از جد دجال چنین توییتی کرد: بله، اینم یه نمونه از اسناد روشنیه که رابطه امام کفن پاره با آزادی رو قشنگ نشون میده. اگر ما از اول که
رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم. به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت‌ها پیش نمی آمد. این هم یکی دیگه از محصولات اقتصاد مقاومتی، آب انگور با طعم پیچ. سلام، اینجا قزوینه. ما یه نوشیدنی انگور خریدیم، محصول شرکت پاکبان، طبیعی همچون طبیعت روش نوشته. یه چیز جالبی که وجود داره اینو برمیگردونیم به این صورت، توش پیچ داره، در پلمپ کامل این آهنه باعث شده که شیشه به این صورت بشه. بارها به شرکت زنگ زدیم، تنها جوابی که میدن اینه که بندازین دور. خیلی جالبه. هفته پیش رئیس تیویریش رفت جماران و ازش یه چنین عکسی انداختن. بعد که قضیه آنتنی شد و طرف دید خیلی داره خیت میشه، این مصاحبه رو کرد تا بشوره ببره. ولایت فقیه گفتمان امامه که میگه همه نزدیک ولایت فقیه بشید، وحدت‌گرایی کنید، حمایت کنید تا کشور آسیبی نخوره. این گفتمان امام، کشور امام زمانه، کشور امام حسینه، کشور ولایت فقیه این کشور. و اگر کسی همگرایی کنه، کمک کنه، برکت میکنه، زندگیش پر برکت میشه. کسی که فاصله بگیره از ولی فقیه، از رهبری، برکت از زندگیش میره در دنیا و آخرت. اراده همه کسانی که مداخله میکنن در امور سیاسی میباید همراستای اراده ولی فقیه باشه. این چیزی که از امام ما فهمیدیم. بله، طبق معمول وقتی نعلین ولایت وسط میاد همگی عقب گرد. نمیشه از تیویریش بگیم و گریزی به یکی از سوتیاش نزنیم. برید شرست جانانه با خیلی خوشگل میزنید. آقای شرفی سلام علیکم. خیلی خوش اومدین. صبح جمعه‌تون کردین. روز جمعه‌تون. همینو می‌خواستید؟ من گفتم این مشکل داره. گفتید نه. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی این مادر خوشخنده جلب می‌کنیم که خودش به تنهایی یه صحنه شاد موزیکال خلق کرده. زلیک